یکم بیا جلو. خانم آمدی؟ آره. آفرین. داره دردت میگیره؟ آره از این. دهن بسته. آفرین. ببین ما داری درد رو هدر می‌دی. وقتی دردت گیره فقط زود. یعنی صدایی نمیشنویم جز زور زدن شما. اگه میخوای راحت شی. تا بچه دیگه راحت میشه. بده. عزیزم کوچولو دختر همراه سلماز غلامی. سلماز غلامی. سلام خانم. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. شما هم خسته نباشید قربان. قدم نورسیده مبارک باشه. بهتون تبریک میگم. بچه‌تون دختره. بله دختر توپل خوشگل. بله بفرمایید. ببخشید خانم آورد چیز دخترت فارغ شده یه نگفت چیه دنیا آوردی بری بپرسی ببخشید چیزی بهتون نگفتم؟ یه نگفت چیه دنیا آوردی اجازه سوال کنم. تبریک میگم دختره یه دختره مطمئنی؟ دختره آخر سونوگرافی کردم دکتر ترابی بهم گفته پسره پیش میاد اینا گفتن چیزی خانواده شو میشه بلا بی سرش باید طلاقش میده چون پسر میده بلا بی سر دختره مرسی خیلی ممنون سلام علیکم خانم. تبریک میگم خیلی ممنون. سلام خانم. سلام جان. حال شما؟ ببخشید تو رو خدا دیر کردیم. آقا به ما زحمت کشیدید. بیایید حالا شد. تشکر. آقا پسر ما چطوره؟ خیلی حال خبری نیست. چرا؟ از دیشب تا حالا درد میکشه. نگفتن. بیا بریم بله. ببخشید خانم سلماز غلامی رو که دیشب آوردن وضع هم نکرده؟ چرا دختره تبریک میگم بهتون. قرار پسر باشه. مطمئن این دختره؟ کجا بودی بابا چه بودم بارش داشتم چی شد عزیز؟ بارش شده دختره خب مجید فهمیده؟ بله همه فهمیدن همه بالانم ولی ناراحتی پیش میاد چون میپیشم گفتم پسره بزن چه بلا بیسر برو به دایا زنگ بزن و خودشان برسن بیمارستان باشه چشم قربانت برم بدو خود بله
ببخشید خانم، 2000 یا 5000 دارین؟ نه میبخشید. مارک دلار می‌خریم، دلار مارک می‌خریم، دلار. خانم دلار بدم. پیش کدومتونه؟ پیش من. شما تلفن نداری؟ بدش من زود باش. شما همینجا باسین تا من برگردم. باش. جایی. چرا تنها وایسادی؟ ببینم به چی گفت؟ گفتم به چی گفت؟ هیچ. آهای وایسا ببینم. آرزو. مایده. آرزو. کنه توسی حرکت کن آقا ماشین بخواه برید بغل بیسته حرکت کن چی برگردی؟ ترجمه نکنم برو بالا آقای ترجمه نکنه برو بالا اینو آنده بیکن آنده بانه ما که مجوز داریم خب اونم مجوز داشت حرکت کن دوله نیست آقا بیکن دوله نیسته باشه حرکت کنه داره مسئول کردی آقا حرکت کن آقا ترجمه نکن برو بالا ترجمه شو آنده بیکن چیکار داریم؟ برو از سر کوچه تلفن بکنیم الو هم چیه میخواد پس بگیری بریم حالا چجوری بریم راضی؟ اگه دیگه چیزی نداریم پول بیل چجوری مخرجر کنیم؟ نرگس جون ناراحت نباش خودم درستش میکنم حالا بیا بریم تلفن چقدریه؟ سکه 10 تومن. یه سکه بده. جان سلام. سلام. چطوری؟ خوبی؟ یه سیگار می‌سوزونی؟ واسه؟ چرا کم پیدا؟ هستی من دور برام مشغولی. قربونت برم. شکرت. حساب داری که؟ سلامتی الان. چه می‌کنی؟ کارکاسبی خوبه؟ بدری اون نو. خوشحال کنم. حسابو داری دیگه بزن به حساب. خدافظ. قربونت برم. باشه میام. آقا یه سیگار بدیم چه سیگاری بدیم؟ 10 تومن بدیم جواب نمیده خانم اینجا میخواد بکشیم؟
اینجا محله است مورد داره خوبیت نداره سیگار بکشه. بریم پری رو پیدا کنیم. آقا سلام خسته نباشید. آقا ببخشید مغازه آقا عبدالله کجاست؟ آقا عبدالله؟ بله. چیکاره هست؟ نمیدونم چیکار است، فقط آدرس اینجا رو به من دادن. کجا رو آدرس دادم بهت؟ گفتن سر پیچ منوچهری. ما اینجا آقا عبدالله نداریم. این کمپوس آقا تابلو فروش و عتیقه فروش آقا مجیده. آقا یوسف هم که سماورای قدیمی و برنجینا میفروشه. آقا شما مطمئنین یه دختر داره؟ اسم دخترش هم فرشته است، پری صداش میکنن. نه یه همچین اسمی نداره. گفتی چی اسمش؟ آقا عبدالله. آقا عبدالله. یه دکه روزنامه‌نگاری این بغل هستش، اون اسمش عبدالله. حالا بپرسون اونه یا نه؟ خیلی ممنون. وایسا ببینم. چی شد؟ آدرسو گرفتی؟ نه بابا هرچی میپرسم پریکایی جواب سر بالا میده. راست مغزم نیست. بیا آرزو یه دقیقه بیا. کجا؟ چیزی میخوام بهت نشون بدم. بیا بریم. بیا خدا یه دقیقه بیا. یه دقیقه. چی میخوای نشون بدی؟ اینجا نگاه کن. همون رازقی که میخوایم بریم. ببین چقدر قشنگه. این بهش اینا کوه سقیمه. اینجا کنار آرپاچای رازقی. اگه میشد میرفتیم اینجا. همه چیز دیگه تموم میشه. یه اونجا کیزی با ما بود. همیشه با داداشم میرفتیم میشستیم اینجا با هم دعوا میکردیم. گفتی نداشت این مال تو اینا من. نقاشم نتونست اینا رو خوب بکشه. اینجا یک گل خوشگلی داره. من 6 ماه اینجا بسته طلبای پنیش بور گرفته، گندیده، خفمون کرده. نمیدونی کجا میشه پیداش کرد؟ نه حتما شما طلبکاری. نه اینا خبر ندارم. روزی 100 نفر میمون نشیده پنج به آدرستون بادا بود. فراری نیست. خیلی ممنون. مرسی. یه روزمونو باختیم. یعنی میشه بری؟ هیچ کس نیست. برسونه یه سیگار بکشم. فقط یه جای دیگه مونده. خدا کنه بشه. تو همینجا وایسه معلم میام.
شما آخوار دیریم عزیز یه کشتیم بغلتون دیگه درست شد هم که باید سرمی خیلی باحالی بچه کجایی؟ خیلی کجایی؟ سلام کجایی تو من پایین وسطیه این زیاد جیدا چی؟ کجا ول کردی رفتی پس؟ زود اومدی 10 دقیقه است دارم دنبال میگردم زود بفرین زیر کشه چی شد؟ من از پول جور کردم از کی؟ آرزو فامیلتون بود؟ کی؟ اون مرده تو میتونی سیگار بکشی؟ نه نشد الان نمیشه بیا بریم دیرت بشه زود باشه بیا نرگس اینم پول اینم پیشت باشه تو چی؟ من نمیام یعنی چی من نمیام؟ من نمیتونم بیام برو حرف نزن برو ما با هم قرار گذاشتیم میدونم با هم قرار گذاشتیم من نمیتونم بیام من بدون تو نمیرم بابا دیگه از من سوال نکن خواهش میکنم برو برو الان ماشین گیرت نمیاد آخه واسه چی؟ برو ترمینال ماشین گیرت نمیاد
برو بالا برو بالا برو قربونت برم. نرگس یاد داره ها وقتی آخر خط رسیدی از هر کس بپرسی ترمینال پلیس نشونت میده. کاری نداری قربونت خدا خانم مدن نکن. نمیتونم پشیمون شدم پول که دستم اومد یهو ترسیدم از چی؟ نمیدونم میترسم برم قبولم نکنن 2 سالی که زندان بودم کسی ملاقاتم نیومده بچه اصلا نمیدونم هست نیست زنده است مرده است اصلا نمیدونم کجاست میترسم برم من ببینه دو هوایه بشه برو ماشین گیرت نمیاد برو پس چی بریم راست نمیتونم اونجا هیچ فرقی با اینجا نمیکنه اونجا اینه بهش نمونه چرا فرق داره بذار فکر کنم اونجا با جایی که فرق میکنه میترسم بیام ببینم اون جایی که تو میگفتی اون بهش که تو میگفتی نباشه برو دیرت میشه نرگس برو نرگس یاد نره ها وقتی آخر خط رسیدی از هر کس بپرسی ترمینال پلیس نشونت میده کاری نداری قربونت برم خداحافظ مواظب خودت باشی ها آرزو دیگه چی شد تو مواظب خودت باش برو دیرت میشه مواظب خودت باشی ها ببخشید خانم بیلتای سرابو کجا میفروشن؟ سراب فکر میکنم پاگونی 15-16 سراب سمت غرب میشه سمت آذربایجان غربی آره فکر میکنم تابونی بله فکر کنم نوشته تابونی 3 باید باشه مرسی خواهش مهدی آقا بیلت سراب داری؟ سراب سرویس دارم آخرین سرویسه جا نداره عجله دارم جا نداره یه دونه هم نداری؟ جا هم نداره ولی نگاهی بکنی ببین یه دونه جام نیست جا نداره خانم بوفه میشینی؟ نداره بوفه یه دونه بوفه دارم اونو میتونم بهتون بدم به نام نرگس ممیزاده رازمندی شما چند سالتونه خانم تنهایی؟ 18 سال تنهایی؟ کارت دانشجویی دارید؟ نیاوردم همراهم نیست مورد داره واسه ما نمیتونیم آخ خواهش میکنم مورد داره به ما بخشنامه اومده خانم جون ما نمیتونیم خانمای تکیل و تنها رو وجود بدیم الا که کارت دانشجویی داشته باشن ولو حمله داشته باشن آقا من عجله دارم باید برم حمله داشته باشید یا کارت دانشجویی همراهم نیست این یه مورد مشکل شماست مشکل ما نیست خانم این دفعه کارش بکنم نمیتونیم خواهش میکنم باید برم عجله دارم حتما دانشجویی خانم این مثل من مورد داره بله مطمئنه بله نه یه نمیتون میدم فرمودید نرگس ممیزاده است دیگه نرگس ممیزاده رازقی این مورد نرگس حتما دانشجویی خانم این مثل من مورد داره بله آقا شارود بعد از این شارود صندوق بفرمایید پای سوار شید چقدر میشه آقا؟ 1120 ازدار رو برکن هماگان جلو ازدار
جهت سوار شدن به تعاملی 5 مراجعه فرمایید. حالا کجا باید برم؟ از پلا برو پایین، این بغل ماشین وایساده. همین پایین پلا روبروته. ماشین وایساده. Altı yarım nir sarabı izleyileş, altı yarım sarı. آقا سرابا جدی؟ Saraptı. Ben Buyur. payım da جلوترم. Üçüncü rədə, dördüncü rədə bu yanda boşdur. Altı yarım sarabı izleyileş, altı yarım sarı. Ağay sakın hadi. Sarabı iyileşsinler sarı. Ama bağışlayasın, hazır hərəkət ediyorsun. 10 dəqiqə vaxtımızdır. 5 dəqiqə səbirləşsin, mən burada işim var. Sürəti sabahsa gedəcək, durmaq yoxdur. İstidir maşın ona. Tez qayıdaram. Hə, tez qayıt. Sağ olun. Hayır. Aşağı kaç böyle bir şey savaşın aşağı. از مسافرین محترم ساعت 6:30 اهواز تقاضا می شود هرچه سریعتر جهت سوار شدن به تعاملی 5 مراجعه فرمایید. اتوبوس شما آماده حرکت می باشد. سلام. ببخشید یه پیرن گذاشتید پشت بیتتون، میتونم ببینم؟ خواهش میکنم. میشه تعریفش نشون بدیم کدومه که خدمت میره. این سفیده که اینجا چه مقدار پاشیده؟ سفیده که قرمز داره. بله. کار جدیده، ترک هم هستش، جنسش هم با ضمانته. کار خیلی قشنگیه. چنده؟ فقط داماده هم هستش. کار خیلی خوشگله. این مدل یعنی یه جنس دارم بهتون میگم که ببرید مشتریمون بشه. قیمتش چقدره؟ حالا شما بپسندین برای چند اندازه این میخوام بشید؟ 20 ساله. برای سن خود سن که شما میگی 20 ساله چند اندازه‌ای هستن؟ لاغرن، چاقن، قد بلندن؟ بابا شما هم که سایز آقاتون یادتون رفته. خانوما همشون اینجوریان، سریع یادشون میره. خانم خوش سلیقگی سایز آقاتون هم یادتون رفت. شما باز اگه بردین کوچیک گذاشته بود بیارین دیگه، مشکل نداره که. گفتیم که زمین چند به خدا رسون دیگه براتون. حالا شما خوب هستین. بفهمید داخل سرکار. بیا تو حالا. بیا تو حالا یه دقیقه دم درتون وایسید. بیا تو چش. پیرنم به شما نشون میدم. مشکل نداره. خوب هستین که شما. بچه کجایی شما؟ من بچه خورم. بچه خورم. شما چی سرکار؟ تبریز. خب یه دقیقه گردنتو میاری جلو. میخوای چیکار؟ بابا کاری نمیخوام بکنم، میخوام اندازه بزنم واسه عجب آدمی ها. خوب هستی که اندازه ایشون هستش؟ ببین شما میخوره بهشون. بذار اندازه بزنم برای شما ببینیم چجوریه. من پیرانزر. بابا میدونم یه دقیقه ببین تو تنت، میخوام برای خانم میخوام، برای شما نمیخوام که. خب خوبه خانم اندازش؟ خوب اندازش؟ مبارکتون میشه. ببخشید سرکار مزاحمتون شدیم. آقا مهدی ببین چی می‌خواد سر. خواهش می‌کنم. حالا ببرید مشتری باشید. قیمتش چنده؟ قابل نداره خانم. بی‌تعارف میگم ها. 5200 شما باید هر چی مشکل نداره. قابل شما نه. خواستید اینجا مطابق یه همون که شما پسندیدین خیلی خودش. برای خیلی عالیه جنسش هم خوبه. بزنم براتون تو کیسه. یا کادو کنم براتون. بپیچم براتون. یه مدل شیشه ما دیدید که شما این جعبه‌شو بغل بزنم براتون که کادو می‌خوام بدین. بازم مدل کارهای جدیدمون اومده. این مدل راست بلندشه، راست کوتاشه. دیگه که نمی‌خوام. مدل دیگه هم اینجا دارم با رنگ بندی داره. 12 رنگ داره. دو مدل این کارو دارم. هر کدوم که شما پسند کنید. کدومو پسند می‌کنید شما از این دو مدل؟ اینو مبارکتون باشه. چه سایزی می‌تیه ششی؟ قربان این خانم چی میگه؟ خانم داره میره.
مسافرین ششمین میر و سراد هرچه سریع‌تر به خیابانی 3 مراجعه فرمایید. اتوبوس شما آماده حرکت میباشد. Altı yarım nehir sarabıyız eyleş, altı yarım sarı. بفرمایید. حسن بالا خانم. ببخشید کسی اینجا نیست؟ بله با کسی کار داشتین؟ سلام آرزو نیست؟ آرزو کیه؟ مریم ترجمه آلمانی. آلمانیه؟ نه ده آلمان شمال. نه هرچی کسی نداریم. آقا آرزو نیست؟ آرزو کیه؟ آرزو دیگه همونی که باید تو نشانه گرفتی بردی. اون خیلی وقت پیش رفت. کجا؟ نمیدونم. بفرمایید. آقا بله ببخشید آقا پسر آقا عبدالله نیست؟ نه نیستش رفته بیرون. کی میاد؟ نمیدونم چی داشتی؟ یه روزنامه. چیکارشون داشتی؟ با دخترش کار دارم پری خانوم. تنهایی؟
آره خودش گفت هم کاردشم بیام اینجا. یه خانم هم آخه اومده بود. سیگار بر. یه خانم هم آخه اومده بود. کارشون داشت آقا. دوستم بود. منم که در اون پاساژ وایساده بودم. آدرسشون رو داری؟ بله. انتهای این خیابون پاساژ اول نه پاساژ دوم. کوچه سیروس قربانی پور پلاک سی. کوچه سیروس قربانی پور پلاک سی. مرسی خیلی ممنون. سلام علیکم. بله. ببخشید پری هستش؟ بله. پری خانم. با پری چیکار داری؟ من دوستشم. دوستش کیه؟ امروز با هم از زندان رفته دیدم دکه؟ بله. برگرد برو همون جایی که بودی. برگرد. برای چی اومدی بیرون؟ همونجا برای تو بهترین جاست. برگرد برو. مرده پری اصلا مرده. برای چی اومدی بیرون؟ فکر می‌کنی بیرون راحت‌تره. باید همون گوشه زندونی میمون. واکن بیا بابا. واکن. ساکت باش سرمسا یا میفهم. واکن درو. چی کار کنی؟ واکن درو. من که ولکنم نیستم. کی اومده؟ خواهش میکنم. کی اومده؟ واکن درو. امروز صبح اومده الان به من داری میگی. واکن درو. برو کنار بابا. ولکن ببینم. ولکن بابا بهت میگم. ولکن کاریش ندارم میخوام صحبت کنم باهات. گفتم میخوام باهاش صحبت کنم. کاری ندارم برو کنار بابا. برو کنار. بابا کاریش ندارم. برو کنار بابا. ولکن. حسین به من گفت منم بهش گفتم اگه دیدی بگو بیاد خونه. نه همینجوری الان شده. محمد آقا محمد آقا عباس آقا میدونه با حسین میریم؟ بله خانم. چقدر دست در نکنه. اینم سیگارته. اینا چیه؟ نمیخوام که بخوره. نه دارم تو کیفم دارم. وایسا. حافظه به خودت باش. بدو. خانم کجای میدونه ما مثلا پیاده میشه؟ دم سینما مراد. من سر میدون میپیچم تا اونجا راهی نیست 10 قدم بیشتر نیست. باشه. پژوهشگران آلودگی دهان را عامل بسیاری از بیماری‌ها خستگی قلبی، دیابت، زخم معده و زگوری که ممکن است نتیجه آلودگی دهان باشد. دستگاهی برای تشخیص کیبل دهان ساخته شد که در جیب جای می‌گیرد. نه خوب میشم خیلی خانم بودی؟ نه من با یکی از کارکناش زدم منیر خانم
بنشست. خواهش اینجا چه کار میکنی تو دختر؟ خودی برم. بله فدا جان خیلی خوشحالم. بیا تو. کریم آقا یه خانم بیان تو. ببخشید به هم ریخته است. خیلی هم خوبه. چجوری مری بره خونه؟ امروز صبح 8 ماه پیش قرار بود بیای، پس چقدر دیر شد؟ خب دیگه یه بار در اومدم ولی شکایت داشتم دوباره برام گردوندن تو. شکایت از تو؟ پرونده کردن دیگه برام، مفصله. حالا که دیگه تموم شد ها؟ نه. چرا پس؟ در رفتم. در رفتی؟ چجوری؟ قاطی بچه‌های مرخصی. چرا آخه؟ کار داشتم بیرون. ببین من چه تا حالت بده؟ نه هیچی نیست. دنبال الهام میگردم. خبر داری ازش؟ کدوم الهام؟ الهام سبکتکین بود، اون دختره 5 سال حکمیه، یادته؟ نفهمیدیم خلافش چیه؟ اون که میگفت دانشجو هم؟ آره پارسالی که 2 دفعه اومد سراغم. خیلی لطفا. بفهم. گفت میخواد شوهر کنه. آره. ولی خب فکر میکنم شوهر کردنش هم مثل دانشجو بودنشه. و اینکه قرار بود منو خبر کنه، نه دیگه خودش اومد نه خبرش. هنوز تو بیمارستان کار میکنه؟ فکر میکنم. کجا؟ الان میان دنبالم. میخوای برسونم به سر راه؟ آره. باش. کی میاد دنبالت؟ شوهرت؟ نه بابا. شوهر من که راننده شرکت. دائم میفرستنش مأموریت. یه ما اینجاست 6 ماه مأموریت. پاشون اصفهان این ور اون. حلال زاده است. خیلی مونده. بیا تو الان میری. هوومه ها. هوو داری؟ آره. خلاص که شدم فهمیدم. قبلش هیچ کس به من هیچی نگفت. اومدم خونه دیدم دختر کوچیکم چسبیده دامن اون، اصلا میترسه بیاد طرف من. ولی خب بعدش دیدم دختر خیلی خوبیه. بفهمه اقلا 4 سال بچه‌های من ضبط و رفت کرد. خودش مهد کودک کار میکرد، به خاطر بچه‌های من نشست خونه. ولی خب هرچی باشه هوو دیگه. اجازه هست؟ خواهش میکنم. دیدم مهمون داری، گفتم یه چیزی بیارم بکنه. بفرمایید. دست درد نکنه. اسم اینم پری ها. البته پروانه است. به یاد تو پری صداش میکنم. پری جون بچه‌ها چیکار میکردن؟ دخترها خونه بودن. علی هنوز نیومده. واسه که کجا رفته؟ جایی نرفته، با رفته خونه دوستاش. من با این دوستاش. راستی پری چقدر دیگه مونده؟ خیلی. هنوز خیلی مونده. اون مرده چی؟ خلاص شد؟ نه. شوهرت بود یا نه؟ برای اون چقدر دیگه مونده؟ اعدام شد. که؟ همون 3-4 ماه پیش. آخرش هم نتونستی ببینیش نه؟ چرا؟ یه شب ملاقاتم دادن. همینجا صاحب. کارت که تموم شد بیا خونم. میای آدرس بدم بهت؟ نه کار دارم پیش الهام میمونم. خب پس بهش بگو بچه‌ها خونه بودن ولی من میومدم پلوش. باش دستتون درد نکنه. میخوایم بیام دنبالتون؟ نه خیلی ممنون. پری بیا. میگم یادم رفت ازت بپرسم من بهت بدهکار نیستم. نه واسه چی؟ نه آخه اون تو دستم تنگ بود و اینا. نه اصلا یادم رفته به کی بدهکارم. به من که نیستی. اون تو هم هیچکی ازت چیزی به دل نداشت. فقط زری محمدی بود که اونم دیگه چیزی نمیگه. ببین ولی رو درواسی نکن. پول مول داری؟ آره به خدا. پس مواظب خودت باش. گیر نیفتی. خدا. مرسی. خواهش می‌کنم. ببخشید آقا من با خانم سبکتکین کار دارم هستم. خانم الهام سبکتکین؟ بله. فکر نکنم باشه خانم. میشه لطف کنید پیجشون کنید اگر هستم بیاد دم در. خانم الهام سبکتکین اطلاعات. خانم الهام سبکتکین اطلاعات. آقای دکتر کاظمی هستن؟ نه من با خود ایشون کار دارم. بله هستن. بفرمایید اورژانس. یه 10 دقیقه هست. خیلی ممنونم.
بفرمایید. ببخشید خواهر. چادر چه سرتون؟ چادر ندارم، نمیتونستم با چادر بزنم سر. بدون چادر که نمیشه. من چیکار میتونم بکنم خالی؟ کارت شناسایی همراهتون؟ کارت شناسایی ندارم متاسفانه. چی کار داشتین بالا؟ من با خانم سبکتکین که توی اورژانس هستن کار دارم. بله. این لطفاً خدمتتون باشه. خوبه برگشت کنید. خیلی ممنون خانم، دستتون درد نکنه. متشکرم. هری سلام. من نیستم خوبم. مبارکی به سلامتی کی تموم شد؟ هنوز تموم نشد. بیا بریم. چجوری منو پیدا کردی؟ رفتم پیش مانی. اون گفت اینجایی. مبارکه. چی؟ شوهرت؟ ها خیلی ممنون. کیه؟ قماخیشه؟ قماخیش؟ نه بابا دکتر مال همین بیمارستانه. دکتر چی؟ گوش حلق بینی. بیا تو. سلام. الهام دکتر باید میگشت. باشه. سلام خانم. سلام. چطوری الهام؟ سلام خانم. سلام. از پدر مادرت چه خبر؟ حالا بشین. امشب میمونی؟ نه با کار دارم. تو چطور؟ من نه نمیتونم. امشب میمونم. دیگه اصلا نرفتم انزلی. فقط یه بار رفتم. اونم زمانی که دکتر با خانواده‌اش می‌خواستم بیان خواستگاری. واقعیتش رو خودم از چشم خانواده پنهون کرده بودم. خوشبختی الهام؟ آره خیلی. دکتر آدم خیلی خوبیه. خانواده‌اش هم خوبه. هم زندگیمو دارم، هم خونمو دارم. یه دخترم از زن اولش داره. نگه پیر باشه ها، نه. زنش آدم خوبی نبوده. با هم فامیل بودم ولی زن خوبی نبوده. دکتر چند بار از من خواسته که باهاش برم لاهور پیش پدر مادرش. آخه پاکستانیه. آره ولی من باش نرفتم. چرا؟ آخه اگه من خروج باشم چی؟ بعدشم اون از سابقه من هیچ خبری نداره. میترسم که بفهمه. خیلی عوض شدی الهام. چی گفتی؟ بله؟ الهام اومدم. بله. تنهایی؟ کسی نیست. تازه آمدین؟ نه این خوابش نمیبرد. پیجت میکردن. آره رفتم هیچکی نبود. تو هنوز نرفتی؟ میرم یکم کار دارم میرم. با این بیدار موند؟ نه خوابوندمش. پس زودتر بیا بخش کاری دارم. باشه الان میام. همجا باش تو من برمیگردم. ببین الهام من باید کار دارم. چیکار داری؟ حاملم. حامله ای؟ مگه تو شوهر داشتی؟ میخوام بندازمش. 2-3 جا رفتم قبول نکردن. چند وقتته؟ نزدیک 4 ماه. هر جا رفتم رضایتنامه شوهر میخواستن، شناسنامه هامونو. بعدش هم که میگفتم که ندارم چند وقتمه قبول نمیکردن. گفتم شوهرم مرده. گفتن رضایتنامه بابای اون، بابای خودت. خب الهام نمیدونم چی کار کنم. چند میذارم نمیدونم کجا بمونم. همجا باش تو من برگردم. ببخشید خانم. بله. خانم سبکتکین کجا هستن؟ بخش اورژانس هم. نه رفتم پیش دکتر کاظمی. آقای دکتر کاظمی بخش 3 هستن. خیلی متشکرم خانم. رزیدنت اطفال به اورژانس مراجعه کنند. رزیدنت اطفال به اورژانس.
خانم الهام سبکتکین به اورژانس مراجعه کنند. خانم سبکتکین به اورژانس مراجعه کنند. اینجا اومدی چی کار؟ دیگه نمیشد اونجا موند. بیا بریم. چرا اومدی پشت در اتاق؟ دنبالت میگشتم. شوهرم تو رو دید؟ خواستم ببینم کیه. میخواستم خوشبختی تو ببینم. واسه میموندی همونجا. نمیتونم، من وقت ندارم دیگه. برو بالا توی رختکن، من سعی پایین خودم نشون بدم. برو بالا. انشالله خوب میشه که باز شما نرفتید خودتون چه؟ حال بکن خدا بچم کن خدا بچم کن خدا بچم کن الهام خانم سبکتکین ببخشید آقا بگیم خانم سبکتکین یه دقیقه بیادم من کارشون دارم خودکشیه امشب اولیشه واسه چی بیچاره نمیدونم حالا بذار نجاتش بدن بعد داد و بیداد را میندازن میفهمن چی که قضیه با چی خودکشی کرده نمیدونم هنوز معلوم نیست سر چی الهام من چی کار کنم؟ به خدا نمیدونم من هیچ کس رو نمیشناسم این همه دکتر کی قبول میکنه؟ خودت بهتر میدونی بچه 4 ماهه اونم زایمان اول بی شناسنامه پدر بی رضایتنامه کی قبول میکنه پری؟ با شوهرت اون دکتر این همه آشنا داره بهش چی بگم؟ بهش بگم تو کی هستی؟ رضایتنامه چی؟ خلاص با این چیزی بهش بگم یا نه؟ چی بگم؟ سیگاری نبودی؟ شدم اینجا بیمارستانی نمیشه بیاره سیگار را از صبح تا الان نتونستم بکشم بعضی وقتا توتونشو میریزم تو دهنم میجونم شامت سرد شد نمیخوام اینو بکشن لازمت بشه هری به خدا هیچ کاری نمیتونم برات بکنم کجا میری پری؟ یه راهی ممکنه پیدا بشه خبرت کنم نمیخواد پری خودت میدونی دکتر از سابقه من هیچ خبری نداره نه دکتر نه بیمارستان تازه منو دیده بهم گفتیم خانم کیه دنبالت راه افتاده ببخشید الهام یادت همیشه فکر میکردی من ازت خیلی بدم میاد من هیچ وقت ازت بدم نیومده الانشم خیلی عوض شدی
خیلی عوض شدی الهام. باشه خانم. سکه خدمت سکه می‌خواستم. بفرمایید. میشه شماره رو برای من بدید؟ ممنون میشه. چشم سر. بفرمایید. شماره‌تون چیه؟ 880 85 14. همین آقای بود با زهرا خانم کار دارم. خانم بود بیت کنم صحبت. چشم. بگم من کیم؟ این از همسایه قدیمیشون است. الو بچه هست؟ با زهرا خانم کار با زهرا خانم کار دارم. زهرا خانم مرسی. اینجا شخصا گشت. الو سلام. قربانت تو خوبی؟ چیه؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ مگه شوهرت خونه؟ بیشرفه. خودت کردی دیگه. حالا باید کنه بچه‌هاش هم بشوری. دلم برات خیلی تنگ شده. چرا دیگه نیومدی دیدن من؟ چی شده خانم؟ ببخشید میتونم کمکتون کنم؟ نه نتونستم این چند روز. امشب گشت خیابونم. هیچی نیستم خیلی. الان میتونی بیای بیرون؟ ولی کاش که میومدی بابا. بچه ها خوبن مامان؟ با بچه ها نیست ازن؟ آخه نمیدونم جمعه گشتم میشه یا نه؟ باشه باشه ببخشید خانم این مال بچه شما نیست؟ پیدا شد. معذرت میخوام اینجا مهمان سرایی هتلی چیزی هست؟ همین بغل همینجا. خیلی متشکرم.
پس مامانت کو؟ نمیدونی؟ مگه این کیف تو نیست؟ پس چرا اونجا گذاشته بودی؟ مامانت کو؟ مامانم؟ اونجا بدونم. کجا رفته؟ تو همینجا تنها گذاشت؟ چی گفت بهت؟ نه. گفت چیکار کن؟ اینجا بمون. گفته کن نخور از اینجا؟ آره. کجا رفته؟ نمیدونم. من مامانم دردم. نه ترس، من الان مامان تو پیدا میکنم. مامانت کدومری نه؟ بچه مال شما نه؟ نه ندیدی. من بخیالم بچه شماسی. ندیدی مادرش کجا رفت؟ نه والا ندیدم، همه الان دیدم بچه اینجا الان واسه. مامانش اینجا بود، من ندیدمش. من ندیدم، پای ما سرم گرم به کاسبی هم بود. بابا جون گریه نکن، مامانت پیدا میکنی. مامانت این خانم میری پیدا میکنی. آقا مواظب این بچه باش، من الان میام. خانم سیگار داری؟ بیا. کبریت داری؟ نه. این خانواده ببرتش. مریض میشه از واسط مریض میشه. عادت میکنه، خوب میشه. شیرینه، خودشو تو دلشون جا میکنه. بچه واسه پدر مادر خودش شیرینه، واسه مردم که نیست. رو خدا هیچی نکن، پشیمونم نکن. دل خودم خونه، مثل سیر و سرکه میجوشه. 3 دفعه تا خواستم بذارمش سر راه، دلم طاقت نیاورد. گفتم هر جا بذارمش باز دلم پر میکشه. با خودم گفتم بیارمش اینجا بلکه یکی ببرتش، یه جایی که دیگه من نمیرمش، پیداش نکنم، یه جایی که بهشتش باشه، هیچکی باهاش کار نداشته باشه. خدا خودش شاهده که چی کشیدم. ساده نیست. اینا کدوم مادریه که حاضر بچه‌شو اینجوری بذاره و دره. بفرما دیگه خانواده هم نبردنش. ببرنش به سیستی بهتره. اینجا یه خانواده قبولش میکنه. چی میگی تو؟ خودت چی میگی؟ چرا نرفتی تو هتل؟ مگه دنبال هتل نمیگشتی؟ بفرما اینم هتل.
خب شاید من بخوام برم مسافرخونه یه جای دیگه. مسافرخونه یه جای دیگه فرقی نمیکنه. هر جا بری اگه ریگی به کفشت نباشه، شناسنامه داشته باشی، پاسپورت داشته باشی، خیلی که بهت لطف کنن میگن یه نامه از اماکن بیار. تازه بازم رات نمیدن. بدون مرد هیچ جا رات نمیدن. نمیدونم. برو پسش بگی. خانم کجا برسونم؟ بفرمایید بالا. میخواستم یه سلام دیگر خدمت شما ببینه شما که سفر دوانی ما رو تحمل میکنیم و بیش زنگ هستین همیشه واقعا دستون درد نکنه. علت اینکه شما بعد شبهای بیدار هستین چیه؟ میگم که مثلا این دو موضوع عزیز که باید سخنان پسنگتون باید جکایی که تعریف میکنن قصدی آدم رو به درد میکنن. اسمتون رو میکنن موقع شما محمد صادق زمانی هستم از
خدا آقا من آبرو دارم، خواهش میکنم یک کاری بکنیم، بگیم ما قوم و خویشیم، اصلا بگی زن و شوهریم. من اسمم نیر، اسم دختره هم نگاره. کارت ماشین. بعد سلام آقا. حال شما خوبه؟ خسته نباشید. خسته نباشید. چه خبر؟ تشکر. آقا سلامتی. آقا یه مورد مشکوکی هستش. چی شده؟ آقا هر چی سوالاتشون کنیم جواب بهمون نمیدن. حالا خودتون تشریف بیارید. باز کنید. آقا به خدا من این کاره نیستم، بذاریم برم. آره میدونم. پس برای چی سوار شدی؟ خب شما نگه داشتین منم سوار شدم. اگه هر ماشین نگه داشت باید سوار شی. به خدا خیلی نگه داشتم ولی سوار نشدم. من بچه دارم آقا، جون بچه‌هات بذار برم، بچه‌م مونده سر راه، اگه نرم از دستم میره. غلط کردم، اشتباه کردم، دیگه سوار نمیشم. تو رو خدا آقا بذار برم. اگه به فکر آبروتی همینجا بشین تا ماشین بیاد. خواهش میکنم آقا. سلام علیکم آقا. سلام علیکم. این کارت ماشین ما جون. اینم بیمه نامه. آقا من مدارکش کنترل کردم مشکل 10 بارم ماشین مسافر حاجی جون همینجوری سوار شده. خانم چی شده؟ هیچی، از اینایی که جلوی ما رو گرفتن بپرسین. چه نسبتی با ایشون داری؟ نسبتی ندارم. چرا سوارتون کردن؟ خودم سوار شدم. برای چی؟ قربون شکلت، اگه سوار نشم خرج منو میدی؟ آدم چه بنداز؟ حاجی جون من زن بچه دارم، کارمند هستم. تو رو خدا حاجی جون، حاجی نگاه کن به من، قیافه میاد این ماشین میاد که من کار بشم. ببین نگاه کن این به جای دختر منم. ببین من کارمندم، داشتم میرفتم خونه. جون حاجی ببین نگاه کن، ببین عکس زن بچه‌مه، این کارت این مال تعاونی. به خدا اگه بابا این جای دختر من میمونه چیکار دارم من؟ چون حاجی بذار من آبرو دارم. حاجی جون به خدا من اصلا دیدم این دختر تنهاست، گفتم گناه داره، من از رضای خدا کار کنم. من اصلا وقتی این کارا من صبح ساعت 7 میام تا ساعت 5 بعد از ظهر کار میکنم برای زن بچه‌م. 5 بعد از ظهر با این ماشین قراضه برای زن بچه‌م، من برای که یه لقمه نون در بیارم براشون. تو رو خدا حاجی جون مثلا من برم سر کار زندگی. سوار تنهایی والله کسی دیگه نبودن، کسی دیگه هم بود تنهایی سوارش نمی‌کرد. از راهن اومد. ما از راهن همین یه نفر هست تو خیابون. ببین آخه با این هوا حاجی جون ما کسی ببین تو خیابون اصلا هستش که من سوار کنم؟ اجباری که نیستش که حاجی جون. خدا هیچ وجه میشه آقا دارن فیلم برداری میکنن. بله بچه‌ها گرفتن. این یادگاری نمی‌خوام تو سلسیون نشون بدن اینی که. بذار برم. کار واسه بذار برم. دمت گرم. خیلی ممنون. مهداد بزن بریم. حاج آقا اجازه دادن. خیلی ممنون حاج آقا. دمت گرم. کارم ببین این عکس زن بچه منه. من اصلا دنبال این کارا نیستم. این به عنوان مسافر سوار شو. تو رو خدا بذار دستت کارا به شما نمیخوره. ببین مدارک ما رو بده بریم سر کار زنیم. والله آبرو داریم. دستت میبوسم. تو رو خدا بذار دستت میبوسم. مدارک ما رو بده بریم. فردا میریم سر کارمون. والله آبرومون رفت. تو رو خدا. نه دیگه تکرار نشه برام. چه حتما قربان خدا. خدا پدرت بیاموزه. این چیکاری بود دست ما دادی؟ سلامت آقا. خسته نباشید. خوبی شما؟ راستش موردی بود زیر خورتون هم بیاریم کارن پایی. همینجا چه شده بودم. سلام براتون. سرانتاری نیستش حتی مرخصی. ایشالا چند رو دیگه میاد. اومدن یه زنگ حتما با اجازه خدا شما. برو تماشا. برو دیگه.
فرق میکنه بچه کجا باشم. بچه هم اونجایی که شما هستیم. به چه خرمشهر؟ همسایتون. به چه آبادا؟ ها. کجا آبادا؟ دمنشیر. حسن جاشو میشناسه اونجا؟ اونی که فوتبالش خوبه؟ ها. آره. خالو حسن میشناسه؟ ها. زنده هنو؟ خبر ندارم. صداش خیلی داشت شنیدی؟ آره. بلیدی هم بسش بخونه؟ بکن میخونی دلم گرفته؟ دل شوریدم افتاده در بند بنالم زین دل شوریده تا من و یعقوب عمری گریه کردیم عمری گریه کردیم آخ من از چه خبرته؟ سرگروان بذار بخونه بابا دلمون گرفته بود ما بهش گفتیم بخونه خبر اومد که دشتستون بهاره زمین از خون پایز لاله زار خاموش کن اون سیگارتو میگه اینجا سیگار کشیدنه خبر بر دل بر زارش رسانید که فایز یک تن و دشمن هزاره یا سرکار ببخشید این کاکای مادرش گرفته و یه تیکه براش خوندن شما بزرگواری کنین رو ببخشید نگفتم براشه کردم بابا جان یه سیگار من بکشیم ممنوعه سر پس سیگار من بکشیم چه اشکال داره اون سوازه که اونجا خوابه اون که کاکای خودمه اینم که راننده است دوست داره سیگار بکشه اصلا سیگارش حالتو بکش ببین اگه بعد با هم صحبت میکنیم ببین تو بچه خوبی هستی من دوست دارم کجاییه؟ چه فرقی میکنه کجا باشه مفت رسیده لایت برات الان آتیشش بزنم خیلی نازی باید هم جناب سرکاری آتیش خدمت شما بگیر دیگه بابا سرکار سوال داره میکشه مرسی باشه چشم سیگار بردار برای اون کاکامون هم بردار بسه در نکن سیگاری نیمون برای من آتیش بزن دست در نکن زر پوشیده ای با ما کنی جواب آخه کنی پهنای گیتی رو به موتای آخه نداره تا به جنگین فایز پیر آی مزن تو شیشه عمر منو سای برتو سرکار چه؟ قرصا مونده توی کیفم قرصامو بده نمیشه برو داخل خلصانه یقام بیار
بفرمایید. سلام جناب سرهنگ. ببخشید نشناختم. بله. بفرمایید. بله. چشم. گوشی خدمتتون. سلماس غلامی داریم؟ تازه وارد اسمت چیه؟ سلماس غلامی نیست؟ نه خیر. جناب سرهنگ اینجا نیستش. نه خیر. بله. فکر میکنم به منطقه 5 منتقلش کردن. بله. چشم. اوامری نیست؟ خداحافظ.